سلام، نسیمم و شما شنونده پادکست 7 تکنیک برای کنار اومدن با احساس خستگی از زندگی هستید. میدونی این کدوم حسه؟ همون حسی که بعضی وقتا میخوای گوشه‌ای بشینی و با خودت بگی بابا بی خیال، دیگه کشش ندارم ولی خب زندگی اینطوریه، نمیشه استراحت مطلق گرفت، باید یه جوری سر و سامونش داد دیگه. حالا با این 7 راهکار بهت یاد میدم که خستگی رو بذاری توی جیب بغل تو بهش بخندی. پس بریم سراغ راهکار اول. یه استراحت واقعی کن، نه یه استراحت الکی. یه روز فقط بخواب، نه اون خوابی که وسطش 1000 بار گوشیتو چک کنی و با خودت بگی که وای هنوز کارام مونده. یه استراحت واقعی که مغز و بدنت از خستگی خلاص شه. مثل وقتی که یه کتری میذاری روی گاز و یادت میره که داره میجوشه. تو هم باید یه خاموشی بزنی برای این افکارت و یه استراحت خیلی واقعی کنی. اگه نمیتونی بخوابی بشین یه فیلم سبک ببین، اما نه فیلم درام غمگینا، یه کمدی مثل سریالایی که آخرش هیچی نمیفهمی ولی میخندی. حالا دوست داری استراحت تو با خوراکی‌های خیلی خوشمزه قاطی کنی؟ خب این عالیه، مثلا یه کاسه چیپس بذار کنارت ولی بعدش نری دوباره عذاب وجدان بگیری یا. و اینو همیشه یادت باشه که استراحت واقعی یعنی کارتای نیمه تموم تو بذاری زمین و بگی همه چیو به وقتش. استراحت کن، چون اگه استراحت نکنی ته شبیه تلفن بدون شارژ میشی که فقط صفحش روشن خاموش میشه. حالا راهکار شماره 2، خودتو از زندگی بیش از حد جدی نگیر. بابا مگه تو سوپرمنی؟ لازم نیست همیشه همه چی کامل و دقیق باشه ها. بعضی وقتها باید بگی که خب که چی؟ دنیا تموم شد؟ نه خب، اگه یه روز تو آشپزی نمک یادت رفت به خودت بخند و بگو کم نمک ترین غذای سال مال منه. و حتی اگه یه روز نتونستی که همه کاراتو تموم کنی به خودت بگو که خب یه تیم فوتبالم نمیتونه همیشه ببره. و خودتو تو زندگی زیاد جدی نگیر. مثلا مثل یه فیلم کمدی بهش نگاه کن که تو داری توش بازی میکنی که تهش قراره بهش بخندی. وقتی گم میشی یا اشتباه میکنی به جای قصه خوردن بگو خب تجربه جدیدی بود که کسب کردم. حالا راهکار شماره 3، یه کار کوچولو که حالتو بهتر کنه انجام بده. گاهی وقتا خستگی به خاطر اینه که حوصلت سر رفته یا فکر میکنی هیچ کاری به درد نمیخوره. خب یه کار کوچیک کن که خوشحالت کنه. مثلا یه لیوان قهوه خوشبو درست کن و بشین باهاش تو بالکن یا پشت پنجره حال کن. و اگه هیچ چیزی نیست که حالتو خوب کنه برو تو گوگل سرچ کن که جوکای بیمزه ولی خنده دار. ببین حتی راه‌های ساده هست. یه کار کوچیک مثل مرتب کردن یه کشو هم بهت حس خیلی خوبی میده. البته اگه کشو پر از سیمای گره خورده نباشه ها. اینو یادت باشه که هدف از این کار کوچولو اینه که مغزت یه استراحت کنه و فکرای سنگین رو ول کنه. و حتی میتونی بشینی که یه خط شعر بنویسی، حتی اگه شعرت این بشه که زندگی سخت نیست اما چای شیرین هم نیست. و بریم سراغ تکنیک شماره 4. از تکنیک یه چیزی بخور و دوباره فکر کن استفاده کن. ببین خیلی از خستگی زندگی از گرسنگی ها، یا همون کلمه معروف گرسنگی عصبی. وقتی خسته‌ای یه چیزی بخور و بعدش دوباره به زندگی فکر کن. باور کن حتی یه لقمه نون و پنیر میتونه معجزه کنه، ولی بهتره روش گوجه هم بذاری. گاهی وقتا شکلات میتونه مثل یه جادوی سریع حالتو خیلی خوب کنه و به این شک نکن. اگه رژیمی هستی خب یه موز بخور، ولی اینقدر جدی نگیر رژیمو که از زندگی بزنی، ولی همچنان رعایتش کن. یه غذای خوشمزه درست کن که بوش تو خونه بچرخه و بهت انرژی بده. بعد از خوردن خستگیاتو باهاش قورت بده و بگو خب حالا دیگه آماده اما. تکنیک شماره 5، با یه نفر که حالتو میفهمه حرف بزن. وقتی خسته‌ای گاهی وقتا بهترین کار اینه که حرف بزنی، اما نه با کسی که بیشتر خستت کنه. یه دوست خوب که باهاش راحتی، مثل اون آدمیه که همیشه بزن قدش بلده. برو پیشش و بهش ببین حس کنم مثل بادچه‌قلمی هستم. حتی یه مکالمه کوچیک مثل 2 تا جوک رد و بدل کردن میتونه حستو عوض کنه. اگه کسی رو نداری که حرف بزنی خب دفترچه‌تو بیار و بنویس. سلام به خودم، چه خبر؟ بریم تا تکنیک شماره 6 رو بهت بگم. اگه هواپیما بذاره داره رد میشه، خدا رو شکر.
ببخشید عذر میخوام. خب طبیعت گردی کن ولی نرو تو دل کوه گم بشی. برو بیرون، حتی اگه فقط 10 دقیقه توی پارک بشینی. طبیعت یه جادوی خاصی داره که خستگی رو میشوره و میبره. اگه نمیتونی بری بیرون، یه گلدون توی خونت رو بغل کن و بگو مرسی که هستی. صدای پرنده ها یا حتی صدای باد میتونه حس خستگی رو خیلی کمتر کنه. یه قدم زدن تو کوچه، حتی اگه طولش یه خیابون باشه، فقط حس تو به کل تغییر میده. و حتی اگه هوا بد بود و نتونستی بری بیرون، از پنجره بیرون رو نگاه کن و بگو من طبیعت رو از اینجا هم حس میکنم. چی فکر کردی؟ و بریم تا تکنیک شماره 7 که آخرین تکنیکم هسته و بهت بگم. به خستگیت بگو ببینم تو از من قوی تری یا من از تو. وقتی خیلی خسته ای با خستگیت مثل یه حریف کشتی رفتار کن. بگو ببینم کی میبره. اگه خستگی بهت گفت نمیتونی ادامه بدی، تو بگو مگه من چی کم دارم؟ یه بازی درست کن تو ذهنت. بگو اگه امروز یه قدم بردارم من بردم. و به خستگیت اینو بگو که من از تو قوی ترم، چون تو فقط یه حس مزاحمی. وقتی یه کار کوچیک انجام دادی، حس پیروزی بهت میده و میگی دیدی بازم تونستم. تهش خستگی رو مثل یه مهمون ناخونده بدون که میاد و میره. تو فقط باید یاد بگیری چطور باهاش کنار بیای. و بذار در آخر اینو بهت بگم که زندگی یه جور بازیه که گاهی خسته میشی، ولی با استراحت، خنده و یکم حال خوب دوباره برمیگردی به زمین بازی و به خستگیت میگی تو هنوز مونده با من کل بندازی ها. و اگه میخوای بتونی که از دوران سخت زندگیت هم راحت عبور کنی، برو داخل چنل و پادکست 7 راه عبور از دوران سخت زندگی رو گوش بده. و مثل همیشه باید بگم که خیلی دوستتون دارم. تا پادکست فردا، فعلا